خانه مسلمان، خانه آدم مسلمان باید که چی داشته باشد؟ خانه آدم مسلمان باید که صورت کعبه داشته باشد. در خانه آدم مسلمان باید که سوره آیت الکرسی باشد. در خانه آدم مسلمان باید که قرآن از بالای جیودان رهبر خانه گذاشته شدگی باشد. نه صورت این اکتیارها و این بازیگرهایی که در کینوها ما و شما میبینیم که اونها در دوام همین 3 ساعتی که کینو می رود یا 2 ساعتی که کینو می رود با چندین زن در همون داخل کینو علیه زنا میکنند. همونها را با ما و شما بالای خانه جا کردیم. باور کنین از این در بدبختی نیست. باور که حیا انسان باید شرم کند که نخواد در خانه مسلمان صورت کافر باید که گذاشتگی باشد. کنی شما یک گذر کنین همین دولت های کفر رفته و تماشا کنین در کدام خانه کافر قرآن است، در کدام خانه کافر صورت کعبه گذاشتگی است، در کدام خانه کافر سوره آیت الکرسی گذاشتگی است. چرا ما تقلید اونها میکنیم؟ چرا آنها تقلید ما نمیکنند؟ چرا ما لباسی اونها را میپوشیم؟ چرا اونها لباسی ما را نمیپوشند؟ اینا را شما خودتان مقایسه کنین. السلام علیکم محترم داملا، من از شما خواهش میکنم که درباره بعضا عرف و عادت‌هایی که تا حال در بین مردم ما وجود دارند و مثل در جنازه ها ارتش دادن، هفته، چیلم، 6 ماهگی و غیره روشنی اندازید و تا کدام اندازه درستی این را شرح دهید. شاید با این سوال ها شما بارها جواب داده باشید، تکرار هم شود، التماس بار دیگر مفصل تر فهمانید. در محله ما اگر با جنازه خانهای قطاری 1 سامانی دهند و حاجیان 5 سامانی می دهند. آیا این درست است؟ با احترام یکی از مخلصان شما. برادر عزیز، وقتی که همون حاجی یا داملایی که در همون معرکه جنازه اشتراک میکند، وقتی که برای او تو چی 5 سامانی میدهی چی 10 سامانی میدهی، اینا تو به یک نیت صدقات میدهی، اون کس ایرا رد نمیکند، او را قبول میکند. لیکن من ندیدم هیچ حاجی و هیچ داملایی را که وای طلب کند که مرا 5 سامانی ده یا مرا 10 سامانی ده. من ندیدم تا حال و نشنیدم. وقتی که اونها را 5 سامانی دادین، 10 سامانی دادین برای همون خوشنودی ارواحاتان یا برای یک ختم قرآن کردن، دیگر بعد مذمتشان نکنین که من شما را 5 سامانی دادم یا 10 سامانی دادم، بلکه دادین با او کس وظیفه‌دار کنین که در حق پدر و مادر من دعا کن، وای خیر می شود، وای ضرر ندارد. لیکن در باب 40 و 6 ماهگی و سال و هفته و امروز 20 روزگی هم برآمد است و 60 روزگی هم برآمد است و باز 2 سالگی قید میکنیم، 3 سالگی قید میکنیم، اینها برآمدن. اینها را باز من تکرار میکنم که اینها از اسلام نیستند. در یگان احادیث های پیغمبر خدا نگذشته است که خواه پیغمبر خواه اصحاب او را 3 بیگینه کرده باشند یا 7 داده باشند یا 40 داده باشند یا دیگر معرکه هایی که هستند. اینها عرف و عادت هایی هستند که در بین ما و شما اینها را دشمنان اسلام پیدا کردند. برای شکستن اقتصاد مسلمان همینها را برآوردند. امروز اقتصاد ما را شکستند. باور کنین ما هیچ کدام آن بای شده نمیتوانیم. برای که شکر خدا 10 تا فرزند داریم، 10 فرزند داریم. اگر هر کدام اوس 1 سال پس از دنیا گذرند، اینقدر معرکه ای که ما و شما میگذرانیم حساب کنین چند هزار دلار را تشکیل میدهد. باور کنین همین 6 ماهگی و 40 و همین نان معرکه هایی که برآمده است، همین ها چنان در بین ما و شما یک عمل خیلی زشتی دیگر را پیدا کردند. چه عملی زشت است؟ پدر و مادر را دوست داشتن این فرض است. پدر و مادر دوست داشتن فرض است. لیکن وقتی پدر و مادر بیمار می شود، ما دیگر از مردنش فراموش کردگیم، مردنش در میلش راضی هستیم.
لیکن از معرکش میترسیم. دیگر هیچ غمگین نیستیم که پدرمان هم گذشت میلش گذرد، مادرم هم گذشت میلش گذرد، لیکن معرکه را چخیلی میکرده باشید. اینقدر مبلغ از کجا من میافته باشم؟ باور که من در فکر دیگر محبت پدر مادر نیستیم، فقط همین در خیال ما فقط نان معرکش میگذرد. از خانه بیرون برآمده نمیتوانیم، هیچ جا استراحت کرده نمیتوانیم. تمام در راحت برای آدم مسلمان بسته شده است. برای مبلغ نداریم دیگر. یک کتاب برای تبلیغ خریده نمیتوانیم. 4 سومی که میآوریم پس انداز کردیم برای پدر و مادر من مرده شد. نیست دیگر، ماندیم. چیکار کنیم؟ امروز باید که همه اتفاق شود. اقلاً کمی از اینها را از بین بیرون کنیم. اقلاً سه بگینش نابود کنیم. اقلاً همین 40 و 20 و 6 ماهه و دیگرش دور کنیم. کدام از انسانی که نان معرکه میکند وقتی خاندانش میروی باور کنیم فقط گپش همین است. بسیار مشکل من آمد، بسیار مشکل من آمد، بسیار زور من آمد. حتی که دست به قرضم زدن، از کجا خیر احسان می شود؟ به قرض خیر احسان کردگی ده باور که همون خوردگی آدم گناهگار می شود خودش. هفته ما تمام کردیم تا آخری سال پنجشنبگی. امروز چنان با بیرحم میشیدیم که از 10 نفر و 15 نفر در خانه ها کم نیستند. 3 طبق 4 طبق هر روز پنجشنبه. دیگر در این بابت باور کنید من هیچ صحبت کردم نمیتوانم. اینا فقط باید که همبستگی باشد، چه از طرف وکیل محله، چه از طرف همون نظارتچی که در محله از طرف کارگرای ارگان‌های داخلی وابسته هستند. یعنی همه کسا اگر به این مبارزه بریم ان شاء الله ما این را از بین نابود میکنیم. لیکن برای نابود کردنش بعضی از برادرها شاید که خفه هم شوند. خفه هم که شوند اسلام دستورش این نیست. خداوند در قرآن میگوید و ما یعمل مثقال ذره خیر یره و ما یعمل مثقال ذره شر یره. خیر احسان دستت میرسد، من زید نیستم. در حق پدر مادرت خیر احسان کن. باز همسایه ها تا دستگیری کن برای روحانیت پدر مادرت. خب این زلالی ندارد. یعنی خیر احسان ما طبق عقیده که ما داریم بر روحانیت پدر مادر میرسد. خیر احسانی که میکنیم اگر یک سامانی هم که باشد به روح پدر مادر ما و شما میرسد، لیکن با شرطی که ما شرایط داشته باشیم، با شرطی که دستمان رسد. خداوند میگوید که کدام شما از در دنیا اگر ذره با یک مقدار یک ذره عملی نیک داشته باشین در نزد من پاداشی نیک داده میشوین، اگر ذره از بدی داشته باشین در نزد من پاداشی بد و جزای بد منتظر شوید. یعنی کسی که در دنیا چیزی که میکند عاقبت حاصل شد در نزد خدا میدرود و میگیرد.